اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، امروز باز در روز جمعه مبارک پروردگار طاعت و عبادت های تمامی بنده های مسلمان را قبول کرده باشد و هم روز اجابت دعا هم هست که دعا کردن در حق همدیگر رو فراموش نکنید. برنامه دیگری خانوادگی آستانه رو همراه شما انشاءالله میگذرانیم و موضوع امروزه ما یکم موضوع میتوانیم بگوییم با نزاع هم هست یا گفتیم جنجالی هم هست، درباره زندگی کردن عروس همراه خانواده شوهرش هست. زندگی عروس همراه خانواده شوهر، یا اینکه کلین تا چه اندازه از روی شریعت به گردنش قرض است که در خدمت خانواده شوهر باشد. مسئله خدمت هم به این موضوع داخل می شود. پیش از همه عزیزان، وقتی می بینیم یک برادر تاجیک، یک مرد تاجیک زنی روس می گیرد یا زنی غیر تاجیک می گیرد یا حتی زنی ازبک و قرقیز هم بگیرد، عموما زنی غیر تاجیک بگیرد، همون قدری که بالای زنی تاجیک مسئولیت زیاده است، بالای آن زن اینقدر مسئولیت رو نمی بینید. مثلا در یک خانواده 3 تا عروس تاجیک است، 1 تا عروس روس هست. ببینید که عروس روس تا چه اندازه به همان خانه خدمت میکند و عروس های تاجیک. آره، و عیناً همین گونه عروس قرقیز است، عروس ازبک هست، عروس قزاقی هست، عموما عروس غیر تاجیک است و عروس تاجیک است. بین هر دوی اینها در مناسبت خویش و تبار چی تفاوت یا دیگرگونی ها دیده می شود؟ بدون هیچ شبهه گفته می توانیم که عروس تاجیک زیادتر خدمت می کند. عروس تاجیک با پولی ارزانتر به این خانه آمدگی هست، یعنی با مهر کم یا با خراجات کم، و این چنین عروس تاجیک قدر کمتر هم یا طعنه و منت های زیادتر هم از دیگر عروس غیر تاجیک دیده می کشد. این رو هم می توانیم بگویم. و این چنین می دانید که برادران را که زن روس گرفتن تقریبا با زن روسشان در خدمت پدر و مادر سالها بودنشان را کم می شنوید و آنها اساسا در روسیه زندگی می کنند یا در جایی که عروس انتخاب کرد. من خودم اگر تقریبا 10 عائله برادر تاجیک زنی مسلمان روس گرفته را، زنی مسلمان روس گرفته را دیده باشم، یگان تای همون زن روس در خدمت خویش و تبار شوهر نبودند. برعکس همشون با فخر گفتگی هستند که وقتی من مهمان خوشتامنم بودم خیلی مرا بردار کردند و همگی مرا یعنی مهمان نوازی کردند و گفتی خودمون در خدمت من بودند. پس اینجا این مسئله می آید که امروزه زیاد از شکایت زنها و حتی رسانه‌ای است. آره، در اخبارها می‌بینیم فیلم های زیاد هم درباره رنج و درد و الم عروس ها هست و در بسیار برنامه های یوتیوب هم می‌بینیم که تا چه اندازه یک زن تاجیک، یک عروس تاجیک بعد از شوهر کردن در خدمت هست و باز قدر دارد. مشکل در قدر است. یعنی مسئله خدمت گفتیم خیر، انسان با کار کردن نمیمیرد، اما وقتی کار میکنید و باز هم کسی تشکر نمیکند و برعکس در همه جا نام شما سیاه هست یا غیبت شما در زبان کلی یک عائله هست، اینجا خیلی خیلی جدی به آدم یک از ضربه روانی میدهد که در حقیقت زیادی ها از این حتی بیمار هم میشوند، از خفگی زیاد بیمار هم میشوند. بیاید همین مسئله رو در مسئله خدمت و در مسئله زندگی با خانواده شوهر رو یک کم گشاد درباره‌اش صحبت کنیم و بگذار پروردگار شاهد باشد که از پیشکش کردن همین برنامه مسلم احمدی به جز یک نصیحت خوب، یک راهنمایی برای چه پدر و مادر باشد چه عروسان، دیگر هیچ نیتی ندارم، هیچ مقصدی ندارم که یک فکر نکنن که یک مسئله رو غوغا کرده ایستاده است. اولا عزیزان، در تقریبا تمام کشورهای مسلمان
و جز همین کشورهای شوروی که اسلام رو از ما تماما گرفتن، کلا اسلام رو از ما گرفتن. دوره شوروی آمد و ما دیگر فراموش کردیم که قدر زن مسلمان چی هست، قدر مهر چی هست، میراث زن چی هست، خدمت شوهر به زن چی هست، خدمت زن به شوهر چی هست، قدر پدر و مادر در اسلام چی هست. اینها رو ما همش رو فراموش کردیم و ما فقط رسانیدن که آنهایی که در شوروی با عقیده شوروی و گفتیم با تصورات شوروی بزرگ شدن، آنها میگویند یعنی اسلام فقط داخل فرنجی انداختن زنها هست و بسیار زنگی مردها هست، دیگر چیزی دیگری نیست. اسلام رو همین گونه نشان دادند و دیگر کلی عرفهای ظالمانه رو همچون شریعت به مردم نشان دادند. اما ببینید اگر به کدام کشورهای عرب سفر نکنید، یکم روزی که داماد به خواستگاری می آید، اگر خانواده عروس راضی شوند، آنها میگویند که اینجا ما شرط و شروط خود را داریم. یعنی پدری عروس، همراه عروس، اینا همه با هم می نشینند. یعنی دو خانواده به هم روپرو می نشینند و پدری عروس یک به یک شرطهایش را میگوید. اگر شرط داشته باشد که حتما شرط دارد، حتما پدرها شرط دارند و دربارش می توانید در یوتیوب هم پیدا کنید. یعنی عقد نکاحی، مثلا عقد نکاح در کدام دولت عربی و دولت اسلامی رو ننویسید، در اونجا یک باره میبرد که چگونه پدری عروس با خود داماد دست به دست شرطهایش رو گفته ایستاده است که همین کارها رو من از تو میخواهم. داماد هم به گردن گرفته ایستاده است در حضور شاهدان و با نوشتن. در آنجا کسی نوشته ایستاده است که پدر همین شرطها رو گذاشت، داماد قبول کرد. و در آنجا کلا بیان می شود که بعد از ازدواج اینها در کجا زندگی میکنند و آیا دخترک میخواند تحصیلش را دوام میدهد یا نه تحصیل نمی کند، آیا دخترک کار میکند یا نه. با داماد همه اینها رو مصلحت میکنند. بعضی می شود که برای داماد پسند نمی آید شرط، یعنی پیش از نکاح البته اینها رو میگویند و در روز نکاح همش رو می نویسند و قانونی میکنند. اگر به داماد شرط و شروط پدر عروس یا خود عروس قابل قبول نیست، در همونجا میگه نه با این شرطهایتون راضی نیستم یا از شرطهایتون برگردید یا من هم دیگر برمیگردم، من نمیتوانم با این شرطهای شما زندگی کنم. همین گونه پیش از توی رو مصلحت کردن، پیش از بعد عقد نکاح قدم نهادن، بعد از اینکه همدیگر رو دو عائله ها قبول کردن، شرط و شروط ماندن شروع می شود و این گونه شرط و شروط را در جایهای ما بی‌حیاگی می حسابند و گویا که شرم نکرده به ما گفته ایستاده است که در کجا زندگی کند، شرم نکرده به ما مهرش همین قدر گفت، این طور یعنی قبول دارند. در حالی که نگاه کنید در اسلام شرط و شروط در نکاح وجود دارد، اما شرط و شروطی که ظلم به کسی نباشد و حلال را حرام و حرام را حلال نکند. در ما حدیث در بخاری هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به فروج. از شرط هایی که شما باید به آن وفا کنید یا از شرط هایی که حتما باید وفا کرده شود، شرط هایی هست که در وقت نکاح میگذارید. در وقت نکاح شما به هم دیگر میگذارید. پس شرط و شروط ماندن در نکاح در زمان پیامبر هم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو از شریعت گفتن، حدیث هم گفتن که شما شرط هایی که در نکاح ماندید به اون وفا کنید. و حتی بعضی از علما مثلا در مذهب امام احمد رحمت الله علیه، زن حق دارد که بگوید که تو حق نداری بالای من زن گیری. البته این در فقط همین مذهب هست، در دیگر مذهب ها چون حلال را حرام میکند این گونه شرط جایز نیست. اکنون نگاه کنید، اکنون که همین گونه شرط میمونند، مثلا دخترکی رو میگویند، مثلا داماد میگوید از شرط های من این است که من مادر پیر دارم، من همراه مادرم زندگی میکنم و این شرط من است. دخترک قبول میکند، در بعضی احوال دخترک قبول میکند که من راضی هستم که در خدمت شما باشم، یعنی با شوهرش و با مادرت زندگی کنم. در خدمت مادرت باشم نه، با همراهی شما زندگی کنم که میدونید یک خواه و نخواه در آنجا خدمت هست، اما خدمت هایی که در یک عائله مثلا 3 نفره است این گونه نه. یا اینکه بعضی عروس ها میگویند از شرط و شروط من این است که نزدیکی محله ما زندگی کنیم و شرط و شروط من این است که من همراه عائله تو نمیتوانم زندگی کنم، برای اینکه خواه و نخواه یکدیگر نفهمی می شود. علکی شرط و شروط خود را میگذارند و به همون شرط و شروط نگاه کرده خود عروس تیار می شود که آیا او
با یک عائله زندگی میکند یا اینکه او تنها در خانه خود زندگی میکند. همین گونه شرط ها رو میمونند و عجیبش این است که در زیاد عائله هایی که حتی عروس با پدر و مادر شوهر زندگی کند، هم مدامی که او به همین شرط راضی شد و در آنجا عهد و پیمان کرد، میبینید که جنگ و جنجال کم است، برای آنکه این الکی به این چیز راضی شد. اما در ما عموما شرط و شروط وجود ندارد. آره، شرط و شروطی که پدر عروس بگوید که من همین گونه شرط دارم، یا حتی بعضی شرط هایی که پدر عروس نگذاشته داماد و طرف داماد که میدونه درخواستگاری طرف داماد به همه شرط راضی میشوند تقریبا در ما. آره، به همه چیز قریب راضی میشوند. بعد از اون که عروس آمد و علل خصوص حامله شد، دیگر آنها کلا تغییر مییابند. سلام علیکشون هم دیگر میشود، مناسبتشون هم و خیلی یک تهدید خوب هم دارند. خواهید همین نخواهید دخترتون رو گیرید و روید و در ما که میدونید طلاق یعنی این آخر عمر است. بمیرد هم باید عروس وقتی با لباس سفید برآمد و گفتی خودمون با لباس سفید یعنی با کفن از آنجا برای دیگر باز پس آمدن از خانه شوهر این محال است. این مسئله که هست دیگر همه شرط و شروط ها زیر خوب می شود. اما این چیز چون در دولت های مسلمان قانونی هست، کسی این قانون رو نمیشکند و حتی تو محکمه و تو سود در این مسئله ها می رود. پس این جنگ و جنجال زیاده که امروز میبینیم، بسیار خفگی ها، بسیار چیزهایی که میگویند نه آخه پیش از ازدواج ما قرارمون دیگر بود و من دیگر خیلی وعده کرده بودن، دیگر چیز گفته بودن. اگر این مسئله ها جدا همچون شرط شروط گفته میشد، میدیدید که خیلی مشکلی ها آسان میشد. جدا عروس میگفت که من همین گونه مثلا نقشه دارم و زینهار برای عروسکانی که میگویند نه من شوهر کردم نقشه های من برباد رفت. نباید نقشه یک زن بعد از شوهر کردنش برباد شود. یعنی یک انسان کلا وقتی نقشه هایش نابود شد بداند که برای آینده دیگر امیدی ندارد، باید تماما حتی از انسانی خارج می شود. برای همین همه این نقشه های یک نفر را نابود کردن و او را چی خیل خواهد با نقشه خودتون به کار ماندن، یک نمود از نمود غلامداری است که متاسفانه زیاد در عرف و عادت های آسیا میانه این چیز هست. مسئله دیگر هست، خیر گفتیم درباره زندگی کردن در کجا و در کجا نه، کاش این چیز را همچون شرط و شروط پیش از نکاح مصلحت میکردن که این جنگ و جنجال ها کمتر میشد. و علکی مثلا بعضی عروسکان خراکتری خوب ندارند، بر این چونین بعضی مثلا خوشدامن خراکتری خوب ندارد، این رو همه میدونن و این نگاه کرده مثلا نه اینها با هم زندگی کردن مصیبت زیاد میشود. گویان علکی پیش از حتی فاتحه کردن یا در روز فاتحه مصلحت میکردن، میدیدیم که زیاد مشکلی ها حل میشد. مسئله دیگر هست، مسئله شریعت چی میگوید؟ شریعت یا حتمی هست که شوهر کجا گوید زن در آنجا زندگی کند، یا زن هم حق دارد که بگوید که نه من در اینجا زندگی نمی کنم، من این رو میخواهم، من آن رو میخواهم. یکم باز برمیگردد به شرط اوله که آنها در اول چه شرط گذاشته بودند. اما چون این گونه شرط ها در ما نیست، خیلی گفتم ما این رو بی‌حیایی میدانیم. اما این همه ظلم در حق هم دیگر کردن، این همه غیبت کردن، حتی به خودکشی یکدیگر را رساندن و به بیماری های فشار خون و دیگرها رسانیدن رو ما از بی‌حیایی نمیدونیم که خیلی یک عرفی از یک طرف چی گفته میتواند ظالمانه هم هست. مسئله دیگر در شریعت چی؟ شریعت آیا فرض میکند که تو مرد باید همیشه با پدر و مادرش زندگی کند همراه عروسش؟ اولا چی مرد هستی چی زن هستی، خدمت و پدر و مادرت بالای تو فرض است. یعنی پروردگار در قرآن بعد از عبادت خودش برالوالدین را، نکویی به پدر و مادر را آوردگی هست. کی نباشی هم دختر هستی پسر هستی، باید بدانی که بالای تو فرض هست که پدر و مادرت اگر به خدمت تو نیاز دارن باید خدمتشان رو کنی، به پول تو نیاز دارن باید به آنها کمک کنی، حتی به بودن تو نیاز دارن تو میتوانی همراه آنها باشی. یعنی این مسئله برای هر یک فرزند فرض است. فرزندی که میگوید نه من با این گفتی الله راضی نیستم، من نمیتوانم در خدمت پدر و مادر باشم، من نمیتوانم پول دارم و کمکشان کنم، بگذار دیگرها کند، او عاق پدر و مادر است اگرچه پدر و مادر عاقش نکنند، چون او در خفه شدن یا گفتیم در غصه پدر و مادر شریک شد. یعنی مسئله پدر و مادر مسئله اتفاقی هست که تو کی هم نباشی، شوهرداری به شوهری، زنداری به زنی، وقتی پدر و مادر محتاج است
و تو نیاز دارد تو باید در خدمت آنها باشی، با پولت، با دست و پایت، با هر راهی که تو میتوانی. اگر هیچ از عهده‌اش نمیبری دیگر اینجا پروردگار با خبر است که تو میخواهی و نمیتوانی. اما زنی تو یعنی عروسی تو هم در خدمت پدر و مادر تو بودنش فرض است. عروس هم حتما مثل اینکه شوهرش به گردنش فرض است که در خدمت پدر و مادرش هست، عروس هم به گردنش این چیز فرض است، به گردن عروس فرض نیست. این مسئله اتفاقی در بین تمام علما هست که زن در خدمت شوهر بودنش در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه است که این قول رو بنده هم راجح میدونم، برای اون که در مو حدیث در صحیح هست حضرت عایشه گندم رو آسیاب میکردن، حتی دستهایشان غوزه زده بود و به پیامبر وقتی شکایت میکنند که به من یک خدمتگار بدهید، پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمتگار نبود، دعا یاد میدهند. اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما میگویند من در خدمت شوهرم زبیر بودم، من از راه دور علف می آوردم و اسبش می دادم، یعنی در خدمت خانهش بودم، از خستگی خیلی حالتم بد میشد. حدیث در صحیح هست، یعنی صحابه زنها دختری پیامبر در خدمت شوهرشان بودن. در ما حدیث در بخاری هست حضرت عایشه میگن من در خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم و فقط غذاهای رمضان رو پیش از رمضان گرفته می توانستم چون در خدمت پیامبر بودم. یعنی خوراک پختن همسران پیامبر، لباس پیامبر رو شستن حضرت عایشه، اینها همش در حدیث است. یعنی نمیتوانیم بگیم که برای زن شرط نیست خدمت شوهر رو کند. پس کی میکند اگر زن نکند؟ یعنی خدمت شوهر حتمی است. اما خدمت خانواده شوهر چی؟ خدمت برادر شوهر چی؟ خدمت خواهر شوهر چی؟ خدمت گاو و گوسفند شوهر چی؟ اینها هم فرض است. اسلام این رو فرض نمی کند عزیزان. اسلام هرگز این رو فرض نمی کند. برای اون که تصور کنید ما همچون زن، مادر، اونی که با او عائله بنیاد میکنیم یک زن رو می آوریم، نه اینکه خادم برای خودمون و خواهرمون و برادرمون و پدرمون و مادرمون و به گاو و گوسفندانمون. حتی این گونه در شریعت هرگز وجود ندارد. قانون در عرف ما این گونه هست. در عرف بعض دهات قزاقستان، در دهاتش، در شهرها دیگه نمی شود. در ازبکستان هست این چیز، در قرقیزستان هست، خیلی گفتم کشورهای پسا شوروی، حتی در افغانستان هم همون گونه ای که بالای یک عروس 18 ساله و 19 ساله یک چند مثلا خدمت ها رو در داخل کشور میمونند، در خود افغانستان هم اینقدر میگن حقوق زنها پایمال است و پایمال است، دیده نمی شود. یعنی این گونه خدمت گار کردن عروس در اسلام نآمده است و در عرف ما هست. اما مثلا به خاطر اینکه پدر شوهرم است، مادر شوهرم است، یک خوراک پختن یا یک جای خانه آنها رو تمیزکاری کردن، یک کم لباس آنها رو شستن، این کارها خیلی آسان است. باکی ندارد. عروسک‌ها این رو به خاطر الله کردن ثواب میگیرند و این چنین احترام از طرف الله برایشان می آید. یعنی خدمت‌های کوچکی که به پدر و مادر شوهر کرده می شود به خاطر میگن جلب محبت، به خاطر اون که محبت زیاد شود، این رو در همه جا دیده می شود. اما در ما خدمت های کوچک نه. حتی تصور کنید عائله های هستند که دخترک 20 ساله عروسک خانه را که 19 ساله است میگد لباس مرا شو. خواهرم خودت چی؟ تو چی خودت نمیتوانی شستن؟ میگد رو لباس مادرم را شو. با کی میگوید؟ به عروس. تو خودت دختر هستی، بالای تو فرض است که خدمت مادر را کنی، چرا خودت نمیکنی؟ یا ببینید برادر شوهر، هیور میگویند در طرفهای جنوب در ما، برادر شوهر یک انسانی کاملا نامحرم است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن الهم و موت، خویش و تبار شوهر از جهت نامحرمی یعنی خطرش مرگ است. تنها به تنها نشستن ممکن نیست، عموما مثل محرم معامله کردن ممکن نیست. یک نفر نه یک چند خواهر من همراهشان صحبت کرده هستم، میگویند هیورم به من دست برداشتگی هست، مرا زده است، شپاتی زده است. چگونه هیور میتواند دست بردارد به یک زن نامحرم؟ به امانت برادرش، به ناموس برادرش. و اکثریت این زدن ها از به خاطر چی است؟ لباسم رو نشستی، لباسم رو اتوک نکردی، یا اینکه خدمتی نمیدونم گاو و گوسفند رو نکردی. این گونه چیزها دیده می شود. این رو اسلام فرض میکند یا عرف ظالمانه ای که میبینید همچون خدمتگار استفاده می شود زن یک مرد. اما نگاه کنید این که همیشه اینطور نمیماند. عروسه خدمت میکند یک زمان می شود که الکه خسرو خشتمان پیر می شوند، دیگرها از خانه برآمده می رود. زنهایی هستند که بعد از اینکه خانه اشان از خانه خسرو خشتمان جدا شد
حتی قدم نمی نهند به آن خانه. میگویند اینقدر در آن خانه من ظلم دیدم که من نمیتوانم قدم نهم. زنهایی هستند که به خانه خود یگان خشت تبار شوهر را جا نمیدهند. میگویند من از دست اینها 20 سال کشیدم، اکنون نمیخوام در خانه‌ام ببینم، من نمیتوانم اون همه عذابی که دیدم صبر کنم. ببینید از یک انسان ظلم چی میسازد. امروز بعضی مثلا برادرانی که شکایت میکنند که زن من این گونه است این گونه است، شاید که فکر کنند شاید در حقیقت بالای زنشان ظلم زیاد شد که آنها بخشیده نمیتوانند. یک گروه بزرگی که چندین سال نماند که این زن نه به خودش نگاه کند، نه به فرزندانش رسیدگی کند، نه به پدر و مادر پیر خودش رسیدگی کند. کم هستند عروسکانی که میگویند پدرم پیر است، بیمار است، به من نیاز دارد، اینها نمیگذارند من روم چون وقتی میوه هست، وقتی چیزی دیگر است. به پدر و مادر خود رسیدگی کردن نمیتواند بعضی زنها به خاطر آنکه یک دنیا کار را بالای آنها میگذارند. و این از کجا هست؟ از روی شریعت است؟ این از روی شریعت نیست، از روی انصاف است؟ از روی انصاف هم نیست. پس چی می شود؟ نگاه کنیم چی می شود. همان خانه چگونه که پیش از آمدن عروس همه در خدمت خودش بود، همان گونه همه در خدمت خودش باشد. چقدر آسان می شود زندگی که من پیشتر خودم میکردم خودم بکنم. برعکس چقدر وجود انسان، تن بدن انسان در حرکت باشد او همیشه سالم است. میبینید بعد از 45 سالگی زنهایی که عروس به خانه می آورند آنها دیگر مثل 60 ساله می شوند در فربگی و در حرکت، برای اینکه کلی حتی شستن لباس شوهرشان رو به زن پسرشان میدهند که این خسارت است تو بکن. خودت که هم هنوز جوان هستی، خودت میتوانی در خدمت شوهرت باشی که چرا او باید در خدمتش باشد. یعنی این مسئله هست که به این چیز شریعت اجازه نداده است. این گونه ما عرف داریم و خیلی که گفتم عرف ظالمانه که یک نفر این همه خدمت رو بالای سرش میگیرد، گویا قرضدار است. نکردم زدم، نکردم از خانه روان کردم. و در خاطرم هست، شاید خواهر ببینند، در مصر بودیم، خواهرکی که در شکمش یگان جای آثار نمونده بود، همش شرم یا گفتیم پاره بود. سبب چی هست؟ میگوید در 9 ماهگی حامله دار بودم و 9 ماهه بودم، من باید تمام قالین های خانه رو میشستم که در این ماه برای من ضرر کرد و به این حالت آمدم. یعنی و تصور کنید علل خصوص زنهای حامله به چه حالت ها دچار میشوند، چقدر افتیدن کودک هست، بیمار تولد شدن کودک هست، نورسایی خون است، کمبودی ویتامین ها هست، از این که زیادی او در خدمت است، علل خصوص در دهات. اما اگر برگردیم به خانه هایی که در آشیانه هستند، یا چی میگویم کوارتیر میگویم، یا در اتاج بروسی، اما خانه هایی که خانه های سر آشیانه هستند، آنهایی که در این گونه خانه های دولتی زندگی میکنند، در همین گونه خانه ها هم عائله هایی هستند که پولدار هستند. در روسیه، در مهاجرت، در اروپا، در ترکیه عائله هایی هستند که شرایط دارند برای عروسی خود یک کوارتیره دیگر بگیرند، یک خانه دیگر اجاره بگیرند. اما میگن نه، برای چه عروس در دیگر خانه می نشسته است، او باید در همین خانه با ما بنشیند. و عجیبش این است که در آنجا دیگر پسر کلانی هم دارند. 2 اتاق دارد، در یک اتاق عروس با شوهرش، در اتاق دیگر یک چند نفر، باز آنجا مثلا برادرای شوهر که بچه های علکه کلان هستند، و یا حتی در بعضی خانه ها 2-3 عروس. ببینید در جای تنگ اگر یک چند نفر با هم نشستن، شما هر یک قدمی او رو میبینید، شما هر نشست و خستی او رو میبینید، شما هر یک کلمه او رو میشنوید. و انسان بعضا از خودش نفرت میکند کجا رسد از یک نفر دیگر. خواه و ناخواه در آن خانه تلاش و جنگ و جنجال میشود، خواه و ناخواه یک کار نه یک کار معقول نمیشود. پس چرا وقتی که شرایط دارن بعضی این گونه حیات رو برای خود مناسب میدن؟ شرایط دارن دیگر خانه گیرن، یعنی شرایط دارن اجاره گیرن، یا پیش از توی شدن میتوانن مصلحت کنن که آره شما در اجاره می نشینید، اما حتمی نیست که ما عروس و داماد هم همراه شما بنشینن، برای اینکه مکان تنگی میکند، خواه و ناخواه به جنگ و جنجال و دلخونکی میرود، برای اینها هم یک اجاره خردتک بگیرید. این چیز در ما در اکثریت وجود ندارد و میبینید که پس از مدت یک نفرت نسبتی همدیگر پیدا می شود و عروسک نه درست خورده میتواند، میدونید خانه نو، جای نو، و همین گونه حتی به خانه های کوچکی
آشیانه ها یا گفتیم کوارتیره ها جای کردن عروس هم زیادی در عرف ما هست. در روسیه شنیده می شود، در اروپا حتی شنیده می شود، در دیگر جایها شنیده می شود. چرا اینقدر مثلا به همدیگر، این از روی محبت است، از روی اینکه ما شما رو دوست می‌داریم همراه زندگی میکنیم، یا اینکه نه ما اجازه نمیدیم شما علکه زندگی مستقلانه داشته باشید، ما حتما باید چشممون بالای شما در نظارت باشد که شما چیکار میکنید چیکار نمیکنید، ما دخالت کرده باشید. کدام اینها هست؟ نگاه کنید، بعضی ها هستن در حقیقت، بعضی پدر و مادر هستن اونها به کمک پسرشان، نمیگویم عروس، برای اینکه عروس نآمده هم آنها با پسرشان بودند و خدمتشان در پسرشان بود یا دخترشان، آنها به کمک کسی زندگی کرده نمیتوانند. پدر و مادر هستند، مثلا مادر بیماری دارد، پدر یا بیماری دارد، یا عموما پیرانسال هستند، آنها رو تک و تنها مانده در کوارتیره دیگر زندگی کردن بی انصافی هست، بی رحمی هست. و حتی عموما از اسلام را یک طرف گذاریم، از اخلاق انسانی دور است که پدر و مادر تو نیاز به تو دارند، بیمار هستند، محتاج هستند، تو بگویی نه من در کوارتیره خودم با زنم زندگی میکنم و آنها ما کار بار نداریم. این آدمگری نیست، این تماما آدمگری نیست. اما اگر پدر و مادر سالم و سالم هستند، الحمدلله، سن سالشان هم بالا نیست، آنها خدمت خود را کرده میتوانند، خوبم کرده میتوانند، چه لازم است که باز یک عائله دیگر برای به نزد آنها باشد و فقط به خاطر دو سه کارهای کوچکی که میدونه در داخل کوارتیره یا خانه آشیانه چقدر کار است، اینقدر کار زیاد، به خاطر همین اینقدر بدبینی کنیم همدیگر رو، تو من مثلا کدام مهمان رو گفتی کدام مهمان رو نگفتی، تا این اندازه به مشکلی ها بریم. وقتی که خودی مثلا پدر و مادر داماد آنها از پای خودشون میبرند، چی لازم است اینقدر همدیگر رو به این حالت آوردن که همین گونه هستن؟ یعنی مسئله این که اینها ازدواج کردند و از پای خانه خودشون شوند و سر اکثریت نمی آید این چیز. یا مثلا پدر و مادر عروس هم نگاه کنید، اینقدر به خاطر توی یک روزه، در یک روز توی تمام می شود، خیر گفتیم جدا شد درست، به خاطر توی اینقدر خشم تبار با هم مصلحت میکنن، اینقدر دو طرف خدا با هم مصلحت میکنن، عروس و داماد درباره لباس یک شب لباس میپوشیدگیش مصلحت میکنن، در حالی که در یک روز تماما این توی گذشت و تمام شد. مهمان هایم خوردگیشون خوردن، نخوردگیشون فراموش کردن. اما دوام زندگی مهم است، دوام زندگی که سفر هست به حیات 60 ساله و 50 ساله و 70 ساله. یعنی دوام زندگی یک روزه نیست، مدتی دراز است. چرا اینها رو مصلحت نمی کنیم؟ بی پرده بگذار بگوین بی حیا هستی، بگذار بگوین اینها از خود رفتن، بگذار بگوین اینها عرف عادات تاجیکی رو ندارن. اما بهترش نیست به خاطر یک شب اینقدر مصلحت تو این رو مصلحت کنند که بگویند که مثلا شما اینها نمیتوانند. پدر و مادر با هم کمک میکنه، پدر و مادر عروس بگذار کمک کنند، خیش و تبار بگذار کمک کنند، اما عروس و داماد یک مدت نه، از اول زندگی مستقلانه داشته باشند. این چیز در تمام دولت های پساشوروی نه، مثلا مسلمانی دیده می شود، چی در مصر باشد، چی در دولت های خلیج باشد، چی حتی در لیبیا یا مثلا سوریه باشد، چی در ترکیه باشد، می بینید که عروس و داماد همیشه فکرشون و فکر خویش و تبارشون در خانه مستقل آنها هست که به خانه آنها چی کم بوده است. حتی بعضیشان یک سال فاتحه میکنند و یک سال تمام خویش و تبار به آن خانه چی چیز لازم است تقسیم میکنند که برای خانه یخچالش رو شما میخرید، چند ماه پول خانه رو مثلا از بودجه خود داماد میدهیم، اما پدر و مادر داماد هم باید قالین و بعضی چیزها رو برای خانه آماده کنند که این خانه دو نوع عروس آماده باشد. در ما میگن نه، در اینجا یک اتاق است، به همین اتاق آورده جای میکنیم و عروس نمیداند چگونه به حاجت خانه داخل شود، نمیداند چگونه خوراک خورد، نمیداند چگونه راه رود، علل خصوص آنجا 5 تا 6 تا 7 تا دیگر اگر انسان ها باشه. گفتیم خیلی کم بغل هستند، خیلی محتاج هستند، اینها دیگر چاره ندارن که کوارتیره گیرن. اما عزیزان، آیا در اسلام هست که تو شرایط نداری، تو در یک کوارتیره با 7-8 نفر زندگی میکنی، باز یک عروس دیگر آنجا بیاری؟ اسلام این رو میفرماید. در ما انسان تو شرایط خوب نداشته باشد زن گرفتنش فرض نیست.
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن شرایط دارید زن گیرید، ندارید شما روزه گیرید که روزه شما رو از گناه دور میکند. پس اینجا باید صبر کرد تا شرایط داشته باشید. چقدر خواهرکان هستند میگن من همراه خسور خشتومنم زندگی میکنم، من شوهرم مدت زیاد به خانه آمده نمیتواند، با من صحبت کرده نمیتواند، خشتومنم بسیار میپرسند که چی شد، آوازت برند شد، من گپم رو گفته نمیتوانم. تصور کنید اونها با هم درست صحبت هم کرده نمیتوانم که یکی پدرم میشنود و خفه میشود، یکی خشتومنم میشنود و صدای مرا حیران میشود، پدر و مادر رو رفته دیدن. یعنی یک چند مشکلی در اونجا جای میشود وقتی میبینید که در یک خانچه خردکک این همه مردم جای شدن. برای همین این مسئله نیست که مثلا شما رو پدر و مادرش رو بد میبیند برای همین از آنها جدا زندگی میکند. هرگز این گونه نیست. آره چه خیلی که گفتم پدر و مادران هستند که بالای فرزند فرض هست به زنش شرط ماند که تو با من همراه پدر و مادرم زندگی میکنی، چون آنها به من نمیتوانند، یا بیمار هستند یا بیمار هستند یا پیر و فرتوده هستند، یا یگانه مادری تک و تنها دارم که او تنها خودش از عهده‌اش نمیبرد، یا من یک پدر تنها دارم که او تنها نمیتواند زندگی کند، من باید با تو همراه او زندگی کنم. و زن به این راضی شد او را گیرد. اما چه خیلی که گفتم جایهایی هست که آنها محتاج نیستند به همدیگر، آنها مستقلانه زندگیشان بهتر است. آره باید در خدمت همدیگر باشند، علل خصوص پدر و مادر تو پیر است، جوان است و فرزند هستی، بالایت فرض است. اما اینکه حتما زند رو پیش آنها برای قطع آنها زندگی کند و این همه مشکلی شود. چقدر میگویند در خانه جنگ کلان شد همراه قین سنگیلش یا خواهر شوهرش. به خاطر چی؟ به خاطر یک چیز عادی. از چی سبب این جنگ ها می شود؟ در یک جای کوچک با هم زندگی میکنید، خواه و نخواه با هم نفرت پیدا می شود، خواه و نخواه با هم بدبینی پیدا می شود. علل خصوص تمام روز وقتی انسان بیکار است. اما زندگی اگر جدا هست، همه از پای خودشون هستند، به عزتی همدیگر به مهمانی یکدیگر رفته آمدن، به عزتی همدیگر در خدمت خود بودن، ببخشید در خدمت مثلا پدر و مادر شوهر بودن، این تماما دیگر هست. در مصر بود اگر مادر تک و تنها هست، او هم در خانه خود نه، یک تا از خود بالا در یگان کوارتیر عروس می آورد که روزش بیاید خدمت مرا کند، شبش رود از پای زندگیش شود. یعنی زیادی ها این گونه حداقل مثلا اگر یک جا شده نمیتوانند حداقل در همسایگی خانه میگیرند که با همدیگر در کمک باشند. اما مشکلی ما در همان یک جای یک تا دو تا بعضی و سه تا عروس جای کردن است. بعضی برای بنده رساله میفرستند ما این همه نفر در یک کوارتیر هستیم، سوال داده می شود آیا برای گرفتن دیگر خانه شرایط نداره؟ نه شرایط داره، ما برای پوشیدن یک حوله کلان پول جمع کرده ایستادیم. تا پول جمع کردن و یک حوله کلان اینها قریب همشون بیمار میشوند. قریب همشون. ببینید یک انسان یک بار عصبی شد تمام جسم او ضرر میبینه. درباره عصبانی شدن برنامه هم دارم، میتوانید از آن استفاده کنید. چقدر یک بار عصبانی شدن به جسم انسان ضرر دارد. وقتی در یک خانه این همه انسان است، در یک روز چند بار عصبانی میشوید، چند بار عصبانی میشوید برای یک چیزهای کوچک کوچک که این چیزها اگر زندگیتون جدا باشد دیده نمیشود. چیزی دیگر این است که بعضی خاراکترهایی هست که انسان تنها بودن رو خیلی دوست می‌دارد. یعنی بعضی زنها هستند که آنها کم گپ هستند، برعکس به خانواده ازدواج میکنند که خیلی آدم‌های گپ زدن رو دوست می‌دارند. بعضی عروس‌هایی هستند که خیلی جنگر هستند، به یک خانه آرام میآیند و کارهایی میکنند که آنها دیگر در حیرت زده میشوند. یا برعکس بعضی پدر و مادری هستند که تمام عمر فقط با لحن تند و جنگ و جنجال زندگی کردگی هستند، عروس آرام رو تماما با خاراکترهای خود دیوانه میکنند. یعنی بعضی خاراکترها عموما به همدیگر راست نمی آید و در این وقتها بهترینش مادامی که خانه های خردکک هست پول جمع کنند، کمی دیرتر باشد هم بگذار 2 سال بعد توی شود، اما علاهیده باشند که میبینید این همه جنگ و جنجال نمی شود. خیر گفتیم حوله کلان است، به همه جا می شود. یعنی حوله کلان است، ما می توانیم یک چند عروس رو جمع کنیم، یک چند عروس در یک حوله. اگر هر یک تای آن آشخانه خودش رو داشته باشد، حاجتخانه خودش رو داشته باشد که مسئله حل است. اما ببینید اگر یک تا آشخانه هست، یک تا سفره هست، یک جای خرید می شود، یک جای می پزند و می خورند، خواه و نخواه در آنجا مشکل می شود.
برای اون که انسان با طبیعتش پروردگار چنین آفریده است که آزادی را دوست می‌دارد، حاکمیت بالایش را دوست نمی‌دارد. وقتی به تو میگن این را خور آن را نخور، این را پس آن را نپس، این را کن آن را نکن، یک بار میگوی میلش دو بار، سیم بار نفرت پیدا میکنی که تو کی هستی، تو کی هستی، بالای من چی حق داری. بعضی انسان حتی به پدر و مادرش بعد از اینکه انسان بزرگ شد، عجیب است، در مو بعضی آثار است که میگن بعد از 21 ساله شدن فرزندت به او امر نکن، هرگز به او امر نکن، بیمون الکه تا 21 سالگیش تربیتش کردی، او با فکر خود کار کند و او میتوانی مشورت دهی اما امر نکن، برای اون که این الکه از آزادی محروم کردن است. و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن وقتی انسان 25 ساله شد، او کی نباشد هم، حتی کمی احمق باشد هم، پولهایش رو به دستش دهید، او رو محروم نسازید، از آزادی صرف و خراجات کردن محروم نسازید، برای اون که این عموما یک انسان را از آزادی محروم کردن است. پس این گونه محرومیت پیدا می شود اگر وقتی یک نفر رو این همه این را کن این را نکن، آنجا نرو اینجا نرو. و عجیب است، حق نداری مادرت رو ببینی، حق نداری مادرت آمده تو رو ببیند، حق نداری خواهرت بیمار است و بیمارستان روی. این همه مشکلی ها نفرت بالای نفرت بالای نفرت در قلب عروس جای می شود و یک روزنه دو روزنه 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تا 15 سال انا می بینید بعد از 15 سال از این زن چی انسان پیدا می شود که یک عروس آرام آمده بعد از 15 سال بعد از تحمل این همه گپ‌های زیاد تماما به یک خشین و جنگره و هیچ چیز رو تحمل نمی‌کردگی عصبانی می شود. سببش هم همین عرف و عادت‌هایی هست که ما باید برای تغییر دادنش حرکت کنیم، حتی اینکه ما رو بی‌حیا گویند، حتی اینکه بگویند که پررو هستی که این مسئله ها رو این گونه به آسانی میگویی. این بود عزیزان برنامه امروزه من، همراه شما، با امید آنکه فایده رسیده باشد، یک پند باشد برای هموطنان عزیز. شما را به الله یگانه میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.